نوبتی که در صفحه 1000 کتاب معلومات می‌دهیم این مرزی مرادی سید علی مامور. مرزی مراد کتابی 16 در سلسله کتاب‌های 30 سالگی استقلالیت است. کتابی نام برده از طریق مؤسسه نشریه معارف سال 2019 نشر شده است. کتاب از 240 صفحه یعنی 15 جزء چاپی عبارت است. صفحه های درون کتاب یک رنگ بوده. مقابلش رنگه می باشد. کتاب با صفت اعلی در مطبعه جمعیتی سهامی پوشیده گنج نشریات با تعداد 10,000 نسخه چاپ شده است. مرزی مراد گلچین اشعار شاعر خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی سید علی مامور بوده. آن شعرهای سالهای گوناگون آفریده او را فرا گرفته است. مهر وطن و مادر، استقلالیت کشور، کارنمایی های پدران، یاد ایام بچگی و جوانی از موضوعهای اساسی شعرهای مجموعه می باشد. امیدواریم که از سیر معنی مرزی مراد شاعر تأثیرات نیک می بردارید. سید علی مامور 28 دکبر سال 1944 در ناحیه استرافشان به دنیا آمده است. سال 1966 فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم نموده و در وظیفه‌های گوناگون کار کرده است. مؤلف بیش از 30 کتاب شعر برای کلانسالان و خردسالان می باشد. عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان از سال 1972 برنده جایزه دولتی به نام رودکی شاعر خلقی تاجیکستان. این کتاب برای آنهایی که می‌خواهند به ایجادیات سید علی مامور شناسایی پیدا کنند دستور خوب است. کتاب را از مغازه‌های کتاب می‌توانید دسترس نمایید. این بود معلومات مختصر درباره کتاب مرزی مرادی سید علی مامور. новобаста аз тазодҳои зиндагӣ бо шумо танҳо китоб ҳамнишину ҳамсӯҳбат аст. зеро ягона дӯсте ки шуморо фиреб намедиҳад ва беозор аст ин китоб мебошад. китоб хонед ва бо мо бошед. пахш намудани тугмачи қайдро фаромӯш накунед. хайр дӯстони азиз, то нашри навбатии саҳифаи 1000 китоб.